yaparım bilirsin. Deli ki bilir. ابرو گندهش بعد از ازدواج چهارم و جدیدش تو کنسرتی که همین اواخر برگزار کرده حالش شدیداً بد شده و طرفدارانش نگران حالش هستن. بیایم بریم ببینیم تو زندگی ابرو گندهش چه خبره. دختر و پسر و سلام، به سلبریتی سودا خیلی خوش اومدید. اگر اخبار سلبریتی ترکیه رو دوست دارید حتما با من همراه باشید. وقتی صحبت از ازدواج‌های متعدد و روابط عاشقانه ممنوعه میشه، ابرو گندهش با اختلاف یکی از جنجالی‌ترین موضوعاته. ابرو گندهش خواننده ترکیه 49 ساله که بسیار هم طرفدار داره برای بار چهارم ازدواج کرد. در مراسمی غافلگیر کننده در زمستان 2024 در دبی با تاجر بسیار موفق و جوانی به نام مورات özdemir ازدواج کرد. بعد از این ازدواج ادعاهایی مبنی بر اینکه گندهش 4.5 ماه بار داره بازتاب گسترده‌ای در مجلات پیدا کرد. به دنبال این ادعاها زندگی این خواننده مشهور دوباره موضوع کنجکاوی مردم شد. پس خوبه که یک نگاه مختصری به ازدواج‌های قبلی این خواننده داشته باشیم. ابرو گندهش برای اولین بار در حالی که فقط 16 سال داشت در سال 1991 با تاجر جوونی به نام همدیواردار ازدواج کرد، اما این ازدواج 3 سال بیشتر طول نکشید و از همدیگه جدا شدن. ازدواج بعدی گندهش در سال 2002 با مردی به نام عمر دوراک بود، اما این ازدواج هم کوتاه مدت بود، حتی بسیار کوتاه‌تر از ازدواج قبلیش و 1 سال بعد به پایان رسید. سومین ازدواج این هنرمند مشهور که بسیار جنجالی و پر سر و صدا بود و به نحوی پای ایران رو هم وسط کشید با یک تاجر، کارآفرین و بازرگان بسیار مشهور و پولدار به نام رضا زراب اهل تبریز ایران در سال 1389 بود. ابرو گندهش به خاطر اینکه با ایرانی‌ها وصلت کرده بود چند باری هم ایران تشریف آورد و از این ازدواج دختری به نام آلارا به دنیا اومد. حتما که تا حدودی مطلع هستید رضا زراب چی کاره هست، ولی من یه اشاره مختصری هم میکنم. رضا زراب که در کشور ترکیه به رضا صراف معروفه، پسر یک خانواده متمول هست، خودش هم یک تاجر بین المللیه و بسیار ثروتمند و شناخته شده و در ارتباط با مباحث پولشویی مجرم شناخته شد و در کشور ترکیه دستگیر شد. زندگی مشترک ابرو گندهش و رضا زراب تحت تاثیر این اتفاقها قرار گرفت و بعد از 10 سال زندگی مشترک به صورت توافقی از همدیگه جدا شدند. ابرو گندهش از این جدایی ضربه روحی خیلی بدی خورد و حتی بارها در برنامه اساس ترکیه در ارتباط با رضا زراب و دخترش با گریه صحبت می‌کرد و میگفت که چقدر همدیگر رو دوست داشتن، ولی ارتباط با رضا زراب و شروع رابطه عاشقانش با اون به این سادگی ها هم nabud. به نظرتون آیا ابرو گندهش تقاص کاری رو داشته پس میداده؟ با هم بررسی میکنیم. رضا benim çocuğumun babası ve benim de kocam. Biz çok severek evlendik. جنجالی که ابرو گندهش با ازدواجش با رضا زراب به پا کرد هنوز هم باقیه، چرا که ابرو گندهش طبق شواهد و خبرهایی که همون 10 سال قبل با شروع رابطهش با رضا تو رسانه ها منتشر شد، در واقع رضا زراب رو از چنگ گونل خواننده آذری در آورده بود. یعنی گونل یه جورایی نامزد رضا زراب بوده و ابرو وسط رابطهشون اومده و اونها رو از هم جدا کرده بود. اگرچه سالها گذشته و ابرو گندهش و رضا زراب هم طلاق گرفتن، ولی بدیهیه که خصومت بین گندهش و گونل به پایان نمیرسه. همون موقع ها گونل عشق سابق رضا زراب از فرط خشم نسبت به ابرو گندهشی که عشقش رو ازش گرفته بود حرفهای تند و تیزی خطاب به ابرو در صفحات مجازیش منتشر کرد. از جمله این که ابرو این چندمین بدی بود که در حق دیگران تو زندگیت مرتکب شدی، من به خدا واگذارت کردم و اون حقم رو ازت میگیره. گونل که در شبکه‌های تلویزیونی ظاهر میشد و میگفت ابرو گندهش زراب معشوقه 8 سالش رو از دست اون در آورده، میگفت که ما هنوز هم عاشق یکدیگه هستیم
ولی از طرفی خانواده رضا زراب هم طی ادعاهای گونل وارد داستان شدن و گفتن که ما برای رضا گونل رو نمیخواستیم. حتی مادر زراب خیلی به وضوح گفت ما 3 سال با پسرمان به خاطر ارتباطش با گونل صحبت نمی کردیم. ولی ابرو گوندش مثل دختر منه، من اون رو خیلی دوست دارم. ما از خانم ابرو خیلی راضی هستیم، خدا هم ازش راضی باشه. حالا به نظر شما ابرو تقاص گناهی که در حق گونل کرده رو داره پس میده؟ ما نمیدونیم. دوباره برمیگردیم سر ازدواج 4 ابرو گوندش، ولی اول اینو بگم که یک خبر داغ دست اول همین امروز رسیده دستمون در ارتباط با این که ابرو گوندش همین چند روز پیش در آنتالیا کنسرت برگزار کرده، ولی گویا اواسط کنسرت حالش حسابی بد شده و مجبور شده از مخاطبها عذرخواهی بکنه و به پاویونش برگرده. یه تعداد از مردم و طرفداران ابرو گوندش ادعا میکنن که ابرو حامله هست و به همین علته که وسط کنسرت حالش بد شده، چون چیزیه که قبلا بی سابقه بوده. ولی خب طبق گزارش‌های تیم پزشکی ابرو گوندش به مشکل فشار خون بالا دچار هست و بد شدن حالش هم به همین علت بوده. Yaparım bilirsin deliyim gözü kara deliyim yakarım. خب گویا ازدواج 4 ابرو گوندش با آقای مراد عثمان özdemir هم خالی از مبحث خیانت نبوده، چرا که طبق گزارش‌های رسمی رسانه‌ها و نشریه‌های ترکیه مراد özdemir با همسر قبلی خودش که چندین سال بود ازدواج کرده بودن رابطش به هم میخوره و در واقع به اون خیانت میکنه و وارد ارتباط با ابرو گوندش میشه. و اما اون طرف ماجرا چه خبره؟ یعنی همسر قبلی مراد özdemir. همسر قبلی مراد خانم سلین کاباکلو که قربانی این خیانت شده برای اولین بار بعد از ازدواج ابرو و مراد اومد و در صفحه مجازی خودش پستی در این ارتباط منتشر کرد. سلین کاباکلو نوشت که این اولین و آخرین باری هست که میخوام در این ارتباط توضیح بدم. ابرو خواهر من، امیدوارم که هر بلایی سر من آوردی و باعث شدی این اتفاقات رو تجربه بکنم خودت اونها رو تجربه نکنی. امیدوارم که راه و مسیر هر کسی باز و روشن باشه. در این میان طرفداران سلین که باور دارن ابرو گوندش باعث این خیانت بوده و وارد زندگی یک زن دیگه شده به طرفداری از سلین پرداختن و گفتن که سلین انقدر اصیل هست که با آرزوی موفقیت کردن برای زندگی ابرو گوندش اصالت و بزرگی خودش رو نشون داد و ابرو گوندش باید از این قضیه شرمسار باشه. دختر و پسر به انتهای ویدیو رسیدیم. خیلی ممنونم که همراه هم هستید. متشکرم که سابسکرایب کرده لایک میکنید ویدیوها رو. مراقب خودتون و خوبی هاتون باشید. خداحافظ.